طبق دستور سپارش‌های رئیس شهر ترسونزاده محترم ولیزاده عبدالقادر ایسوف، نمایندگان بخش و ساختارهای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده طی چند وقت اخیر برای انجام دادن کارهای تازگی و آبادانی کمر همت می‌بندند. چنین یک تشبث را نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر ترسونزاده راه اندازی نموده پی عملی شوی این گونه اقدام‌های نجیب و سازنده قرار دارند. امروز نیز مسئولین در کوچه پروتکلی درآمدگاه شهر برای تازه و آزاده ساختن گرد و اطراف بیناهای استقامتی ساکنان کمر همت بستند. نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر ترسونزاده تحت راهبری مویستان عزیز و صحن بیناهای استقامتی ساکنان و راهرو و جویبارها را نیز تازه کردند. اهالی هم به مسئولین کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر ترسونزاده کمک رسانیدند. من دعوت می نمایم استقامت کنندگان شهر ترسونزاده را که مثال ما چقدر که گلزاری کردیم، علفهای نزد استقامت خودمان را تازه کرده ایستادیم. میخواهم که همه با مثل ما هم خیلی گرد اطراف خانه خود را تازه کنند، با ما همراه شده تازگی شهر خودمان را ادامه بدیم. بینید که همه کوچه اسماعیل سامانی دو اتاژهای سری را اما آبادانی کرده ایستادند، رنگ کرده ایستادیم. نصیب باشد گلزاری کرده ایستادیم، نصیب باشد کوچه خودمان را آباد میکنیم و من میخواهم که همه مثال ما تازگی کنند، نزد استقامت خودشان را جای علف و جای گلهایشان را علفهایشان را چینند و مثال ما تازگی خودشان را دوام دهند، با ما همراه شوند. نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر ترسونزاده برابر دایر ساختن چنین کارهای آبادانی معرفت شهرداری ساکنان را بلند برداشته در آبادی و شکوفایی شهر سهم ارزنده گذاشته‌اند. واقعا آباد و زیبا گردانیدن این یا آن گوشه دیار نه تنها به مسئولیتناکی نهادهای دولتی حواله می‌گردد، بلکه از حیث شهرداری و شهرنشینی ساکنان نیز وابسته است. از این رو ما را ضرور است که اطراف اقلاً منزل‌های زیست و یا کارگاه خود را تازه نگاه داشته جشن‌های در پیش ایستاده را با سری بلند پیشواز بگیریم.